سلام، وقتتون بخیر. حال شما خوبه؟ یه چند دقیقه میخوایم خدمتتون باشیم. اگه زحمت بکشین تشریف بیاریم پایین ممنون میشم. بفرمایید. بله. پشت سر شما دقایقی در حرکت بودیم و رفتاری رو دیدیم که لازم شد شما رو متوقف کنیم. خودرو پرشیا رو دقایقی از زیر نظر داریم پشت سرش میریم. خودروهای جلویی گردشگران راهنما نزدن ولی ایشون راهنما رو زد از تقریبا 100 متر عقب‌تر و گردشش رو انجام داد و از مسیر خارج شد. کاملا بین خطوط رانندگی میکنه راننده پرشیا. برای تغییر مسیر راهنما میزنه. حق رو اول وسیله نقلیه‌ای که در مسیر خودش میده و بعد از خودش تغییر مسیر. سرعت مجاز محور برای خودروها، این محور بزرگراهی 90 کیلومتره. سرعت ایشون هم دقیقاً 90 کیلومتر. علیرغم اینکه مسیر روش فضایی هست که میتونه سرعتش رو افزایش بده ولی با همون سرعت مجازی که توی این بزرگراه مشخص شده اقدام به رانندگی میکنه و این یعنی قانونمندی. جاده‌دان راهنما زد. باید ببینیم تصمیمش چیه. منتها این سمت راست رو اختیار کرد و بعد مجددا خروج به مسیر دیگر. قطعاً چون این راننده هیچ وقت درگیر حوادث رانندگی نخواهد شد ولی خب مستلزم این همه رانندگان عزیز قوانین رو رعایت کنند. مجددا بسیار عالی، یعنی کاملا رانندگان پشت سر رو مطلع میکنه از تصمیمی که گرفته، ضمن اینکه حق تقدم اونها رو هم رعایت میکنه و این نکته جالبیه. صرفاً به زدن راهنما اکتفا نمیکنه. رفتاری رو دیدیم که لازم شد شما رو متوقف کنیم و اون رفتار بسیار خوب و قانونمند شما بود. متشکرم. حقیقت چقدر اگه رعایت هم بکنم به خاطر حفظ اول خودمه، حفظ جان خودمه، بعد دیگران. اول خودم هستم. در ثانی آروم رانندگی کردن و با مقررات رعایت کردن باید که من با خونسردی کامل رانندگی کنم. استرس نداشته باشم. من این کار رو اشتباه نمی‌کنم، این کار برای خود منه. بله. جامعه‌مه. تفکر شما جای تقدیر داره که برای خودتون این کار رو میکنید. خیلی متشکرم. بسیار عالی بود. متشکرم. و اینو انتظار داریم که همه هموطنانمون، کسانی که دارن میبینن شما رو با این سبک رانندگی یاد بگیرن که رانندگی خوب، رانندگی صحیح، رانندگی قانونمند میتونه همه ما رو به سلامت به مقصد. بله درسته، کاملا درسته. جامعه هم درسته اینجوری قشنگ کرد. بله، جامعه خوبی هم خواهیم داشت. این لوح تقدیری از طرف معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهبر ناجا تقدیم شما به عنوان یک راننده قانونمند، به عنوان یک راننده خوب، به عنوان یک راننده که احساس مسئولیت داره نسبت به جامعهش، به مردمش. فرهنگ ترافیکش واقعا اینقدر بالاست که شایسته تقدیره. من از شما ممنونم. متشکرم. زنده باشید.